قسم چهارم در عبادات بدنی توحید در سجده هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سجده چی را میگه؟ سجده در لغت به معنای عاجزی، ذلت و گذاشتن پیشانی در زمین است. و در اصطلاح وضع الجبهة علی الارض عبادتا و تذللا لله سبحانه و تعالی. میگه در اصطلاح چی است؟ گذاشتن پیشانی هست بر زمین به خاطر عبادت و ذلت در مقابل الله سبحانه و تعالی. برای الله انسان عبادت میکنه و ذلت میکنه و سر خود به زمین میمانه. دلیلش از قرآن چی هست؟ دلیلش از قرآن عظیم شان فاسجدوا لله واعبدوا. الله میگه سجده به الله بکنین و عبادت الله را بکنین. و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم امام بخاری روایت میکنه عن عبدالله بن مسعود ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی عند البیت. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش بیت الله نماز میخوان و ابو جهل و اصحاب له جلوس، اونها شش بودن. اس قال بعضهم لبعض ایکم یجیء بالصله. جزور اونا گفتن کی میره امو اینجا شترها را کشته بودن، گفت کی میره امو روده و شکمبه و چیزای امو چیزا شترها میره که در سر رسول الله صلی الله علیه و سلم به تختی پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگذارن اذا سجد، وقتی که سجده کرد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این هم در روایات که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز خود سجده میکرد. اینال این سجده که از چی هست؟ سجده این از جمله عبادات هست. و علمای اسلام چی میگه؟ علامه ابن عابدین حنفی میگه لو سجد لغیر الله تعالی یکفر بخلاف القیام. اگر کسی به غیر الله سجده کرد میگه این کافر میشه به خلاف قیام. یعنی اگر به غیر الله اگر قیام کرد به نظر از این میگه که یعنی کافر نمیشه، اما با سجده به غیر الله کافر میشه. این کی میگه؟ ابن عابدین حنفی یک کتاب داره به نام رد المختار علی الدر المختار. ابن عابدین محمد امین ابن عمر ابن عبدالعزیز. این بسیاری کسا باز میگه من حنفی هستم باز به غیر الله سجده میکنه. این عالم حنفی میگه که لو سجد لغیر الله تعالی یکفر. کسی که سجده به غیر الله کرد این کافر میشه. امام فخرالدین الزیلعی این هم از علمای احناف است. چی میگن؟ میگه لأن تواضع یوجد فی الرکوع و نهایته توجد فی السجود ولهذا لو سجد لغیر الله تعالی یکفر. این اقوال علمای حنفی هست که اینا کسی که سجده به غیر الله میکنه اینا او را کافر میگن. چرا؟ این عالم میگه امام زیلعی میگه به خاطر که تواضع یوجد فی الرکوع تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق. متوجه هستین؟ این کتاب هست از کتابای علمای احناف است. میگه در تواضع که است تواضع در رکوع یافت میشه که انسان بسیار تواضع میکنه در مقابل الله سبحانه و تعالی. و نهایت درجه تواضع میگه در سجده میگه توجد فی السجود ولهذا. و میگه به می دلیل است که لو سجد لغیر الله تعالی یکفر. کسی که به غیر الله سجده میکنه این کافر میشه. خب صاحب موسوعه فقهی کویتی که از ای باز مذاهب چارگانه را نقل میکنه. چی میگه؟ میگه اجمع الفقهاء، یعنی میگه تمام فقها حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی کل از اینا میگه چی کردن؟ علی ان اجماع کردن که ان السجود که سجده کردن للصنم برای بت او للشمس یا برای آفتاب او نحوهما من المخلوقات یا به امثال از اینا دیگه مخلوقات و انسان ها و حیوان و گو و درخت و هر چیز وقتی که بر از اینا سجده میشه میگه کفر است که یخرج الساجد به عن المله. میگه خارج میشه سجده کننده از ملت اسلام خارج میشه. اما شرطش میگه چی است؟ اذا کان عاقلا بالغا مختارا. و شرطی که عاقل باشه، بالغ باشه و اختیار داشته باشه. سواء کان عامدا و هازلا. میگه اگر این قصدن این کارو میکنه یا به هزل و ساتیری میکنه. مثل بسیاری بچهای فیلم و دخترای فیلم و یارو ببینیم پیش بت به حساب چی سجده میکنه؟ به خاطر میگه که ما خو جدی نیستیم. اینجا میگه حتی غیر جدی هم اگر باشه این چی میشه؟ این کافر میشه. قصد داشته باشه یا قصد داشته باشه وقتی که به آفتاب سجده کرد یا به بت سجده کرد یا برای مثل از یونا و دیگه مخلوقات سجده کرد پس این انسان کافر میشه. مصطفی ابن سعد دمشقی حنبلی این چی میگه؟ میگه ان السجود لغیر الله کبیرة من الکبائر العظام. از گناههای بسیار بزرگ است. سواء کان لجامد او متحرک. خواه برای یک چیز جامد که سجده بکنه یا به چیز متحرک. ولو به نیت التحکم، اگر چی به نیت ریشخندی باشه.
و یستتاب من فعل ذلك. از این فعل توبه داده میشه. چرا سجده کردی؟ به او توبه بکن. فان تاب، اگر توبه کرد خوب، و الا قتل، بعد غیر از این باز کشته میشه. غیر نحو صنم و کوكب سواء من السیارات فإن سجود ذلك کفر باجماع المسلمین. این حال اما اگر بر بت سجده میکنه یا به ستاره میکنه، باز این به اجماع مسلمان ها این کافر هست. متوجه شدین؟ این حال این اقوال علما هست. اسماعیل ابن عبدالغنی دهلوی این چی میگه؟ میگه لا تسجد للشمس ولا للقمر. این آیت شریف تشریح میکنه، میگه فقط دلت هذه الآیه، میگه این آیت دلالت میکنه ان السجده من اعظم شعائر العباده، این از بزرگترین شعائر عبادت است. و هی مختصه بالخالق جل و علا، سجده که است این مخصوص الله است. فلا تجوز لمخلوق، میگه جایز نیست به یک مخلوق. و قد تساوى في هذه الصفه القمر و الشمس و النبی و الولی. میگه در این صفه اگر کس برای مهتاب سجده میکنه مساوی هست، چی به مهتاب سجده بکنه، چی به آفتاب سجده بکنه، چی به پیغمبر سجده بکنه، چی به ولی سجده بکنه. و هر کدام از اینکه سجده کرد این مساوی است کلشان، یعنی در شرک و در کفرش این مساوی میشه. قسم پنجم در عبادات بدنی چی هست؟ قعده هست. این هم در نماز داخل میشه. قعده ما شما به شکل التحیات وقتی که میشینیم، این هم یک عبادت است. چرا در آیات قرآن گفته میشه که فذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، یعنی قعودا اینجا آمده هست. و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اذا تشهد احدکم فلیستعذ بالله من اربع. وقتی که شما تشهد میخواین، بعضی که مثلا تحیات خلاص کردین، باز میشه انسان مثلا این دعا را هم بخونه: اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحیا و الممات و من شر فتنه المسیح الدجال. اینال علمای اسلام چی میگن؟ میگه کل ما استيقظ ذکر الله، اما فی الصلاه و اما فی قیام. میگه هر وقتی که امام طبری میگه که کل ما استيقظ ذکر الله، همین آیت شریف تشریح میکنه که مسلمانان کسایی هستند که ذکر الله را میکنن، یا در نماز میکنن، یا در حالت قیام، یا در حالت قعده، یا به پالو افتادن. فهم لا یزالون یذکرون الله. ابو اسحاق زجاج میگه در تفسیر یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم ای یصلون علی جمیع هذه الاحوال علی قدر امکانهم، یعنی اینا در هر حالت نماز خدا میخوان، ایستاده، نشسته و به پالو خفته. پس این عبادت های چی هستن؟ عبادت های بدنی است. دیگه از عبادت های بدنی طواف است. طواف بیت الله شریف است که به بیت الله شریف طواف میشه. این هم یکی از عبادات بدنی است که این فقط مخصوص است به بیت الله شریف. به قبر و به مخلوق و به بت و به دیگرها طواف کردن این باز در شرک داخل میشه انسان. چرا الله متعال گفته یطوفوا بالبیت العتیق، اینا طواف بکنن به بیت العتیق، بیت الله شریف است. این امر الله است. وقتی که الله گفت به این خانه طواف بکنین، امر الله شد، عبادت شد، ما طواف میکنیم به بیت الله شریف. اما به دیگه چیزها نگفته است. نگفته در قبر پیغمبر شما طواف بکنین، چون طواف تنها به بیت عتیق طواف توحیدی هست. به دیگه قبرها، به قبر نبی، قبر پیغمبر، قبر صالح، قبر ولی، قبر دوستای الله، یا با بت‌ها یا مجسمه یا یک کسی بعضیا به درخت‌ها طواف میکنن، اینا کلش در طواف‌های شرکی هست. خب این حال دیگه سعی او را هم طواف میگن، لکن اون طواف نیست، او سعی هست. مثلا بین صفا و مروه او با سعی گفته میشه. فلا جناح علیه ان یطوف بهما. این دیگه طواف اصلش سعی است بین صفا و مروه. این یکی طواف به اطراف کعبه هست، یکی رفتن سعی است بین صفا و مروه که هم طواف گفته شده است. به هر صورت اینمی دو جای اجازه هست. اما در دیگه حالات مثلا به قبر و به بت و به درخت و به یا نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یک صحابی میگه، عبدالله ابن ابی اوفا میگه اعتمر رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمره کرد، فطاف بالبیت، میگه طواف کرد به بیت الله شریف. حدیث 1600 صحیح بخاری هست. خب و امام ترمذی میگه که من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبه، یعنی ثوابش ذکر میکنه چقدر ثواب داره که انسان طواف بیت الله را میکنه.
شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه فإن الطواف بالبیت العتیق مما امر الله به و رسوله، میگه چیزی است که الله و رسولش امر کرده. اما طواف به انبیا و صالحین فحرام بالاجماع به اجماع المسلمین، این حرام است که گرد از اونها کسی طواف بکنه. و من اعتقد ذلك دینا فهو کافر سواء طاف ببدنه او بقبره، میگه کسی بازی طواف کردن به اطراف پیغمبر و صالحین این باز در دین حساب بکنه، بگه دین است، میگه کافر از خواب بدنش طواف بکنه یا به قبرش. همچنان در فتاوایش علامه ابن تیمیه میگه وقد اتفق المسلمون انه لا یشرع الطواف الا بالبیت المعمور، اینا میگه اتفاق مسلمان است که طواف فقط به بیت معمور یعنی به بیت الله شریف است. فلا یجوز الطواف بصخره بیت المقدس، در سنگ بیت المقدس طواف اجازه نیست، ولا به حجت النبی صلی الله علیه و سلم در اتاق نبی صلی الله علیه و سلم طواف جایز نیست، ولا بالقبه یا مثلا به قبه یا قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست، یا به چیزی که در جبل عرفات است یا طواف اجازه نیست. ابن ابی زمنه این چی میگه؟ این میگه که من طاف بالقبر لیتقرب لصاحب القبر فهذا شرک، میگه کس طواف بکنه به قبر به خاطر نزدیک شدن به صاحب قبر، میگه این شرک است. فهذا شرک اکبر، میگه شرک است، لیکن شرک اکبر است. و این کان یطوف الله للقبر، اما اگر تو میگه طواف بر قبر نمیکرد لکن یطوف لله یظن انه لا باس بالطواف، این گمان میکرد که برو خریسی پروا نمیکنم، من به خاطر رضایت الله میکنم و این فکر میکرد که پروا ندارد، صارت بدعتا، میگه این در بدعت داخل شد، اگر کافر نشد در مبتدی داخل شده. فالذی یطوف حول القبر ان کان یتقرب لصاحب القبر فهذا شرک کفر اکبر، میگه شرک است و کفر اکبر است. و کذالک من دعا صاحب القبر، یا کسی از صاحب القبر بسدوار از او چیز خاص، او ذبح له، یا بر صاحب القبر چیز را ذبح کرد، یا به نام از صاحب القبر به نام زیارت تو را نظر کرد، اینا کل از اینا در شرک و کفر داخل میشن و کفرشان هم کفر اکبر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.